یو گایز چطورید بچه؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره که با هم یه مچ بتواز بازی کنیم، اما من فقط حق استفاده از سورد یا شمشیر دارم. شمشیر چوبی، یعنی نمیتونم شمشیر استونی، آلمانی یا دایمندی بگیرم. البته که من کلا دایمندی خیلی کم پیش میاد بگیرم. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب الان مچ استارت شد. حالا این بازی شد. یکی از کنم مشکلایی که هست من دفع نمیدم. باید یادم باشه دفع دارم. یکی رفت اون ور، منم بلاک ندارم پس باید میکنم. خب بگیری نمیشه من نداد. خدا خیلی باش بابا. اینو چیز میکنیم، ما یه دفندی بدیم. من صدای بازی ها هم ندارم، ولی یه دفعه بدم میخواد خودم نه، ولی بدم بخواد یه دونه افکت میاد و یه دفعه میفهمم. مثلا ولی به جای بقیه بخواد نمیفهمم. بعدیش اینه، ولی عیب نداره. خب این هم الان بوده احتمالا بازیش خوبه. از پس میگیرم. الان بوده گپه میخورده سردن دارم، احتمالا آرما رو هم گرفته. شانس زدنمون فقط اینه که برایمش لب بیروی یه جوری بزنیم منو نبینی. کوش اصلا نگو میخواد بده ما. نه بده ما نمیخواد بده. پس همینجاست، تو همین بده هست، فقط کجاش خدا میدونه. تو اینجا باکس کردی، اینجا که نه. تو بالا هستی کلاک. خب دوستان عزیز بدمون الان رفت دیگه. فوید کن الان نگاه الان بدمون خود شانس. خب اینجاست، فهمید وید کردم. طبق همین چیزه همین زن بندر چست همو بگیرتت. واقعا کشکی واقعا وید کرد. جالبه. شاید بپرسیم من چی دارم با تیلانچه ویدیو میگیرم با سیان نمیگیرم. گفتم شاید تو تیلانچه بهتر FPS بگیرم، بازی برای شما روانتر باشه، ولی اونقدر رو فکر کنم فرق خاصی نکنه. ایوه داشتم بوده شد سوتی من زیاد میدم. خانممون و گیروین هم بقل دستمونه. خوبه گیروین هم بدش نیست، بدش هم ووله. دمش هم میگرد.
مچ اول وین بشه صلوات. از بالای بیس روشش بدیم. بلاکی نداره. خب بلاکی من جور شد. روز همون بیرویش خیلی با جمع باشه. FPS رو هم هستم. یه دفعه لگ بگ میخورن باید میشه. پینگم هم چنده. اگر خوشتون اومد حتما ساب کنید، لایک هم یادتون نره، یه کامنت کوچولو هم واسم بذارید. خب یه خودی دو تا گپل بریم میدل ترکش کنیم. چقدر ایزی مچ اول وین شد. هنوز معلوم نیست ولی احتمالا وینه دیگه، اگر با جامپ این ویز بیاد. بدیم اینم میدیم. او گیرین همینجا بوده. خب خوبه که ترکر هست. فکر کنم میخواد بیریج بزن بدم. همین دایمنده. یه اسنایپ نشد. خب احتمالا میخواد رو بدم، پس ما وید میکنیم. چالش نسبتا سختیه، ولی چالش های دیگه هم هست که میخوایم بگیریم، اونا سخت‌تره. حالا اسپویل نمی کنم که لذتش براتون محسوس نشه. کوش واو اسکیپ ندارم. این بالا هم که نیست، احتمالا رفته میده. بس کن کلو چند حواسمون بدمون باشه که بدمون از دست بدیم بخ میشه. این همه من گفر قایقل گرفتم بعد علکی باید میشه. گفتن این همه گفر و فایبال گرفتم. شانس مایه. همین امیرال لاس میاد جمع میکنه اینا هشش. یه گپل مقلی. خب بابا اسپانیر خدا بیا. آفرین یه دست بزن دوستش. آفرین خدا آفرین. حالا بیا
آفر یه تیتاب طلایی. آفر نیگو اسم بده. آفر واقعا تو رو پلیر هیچ کی قد تو رو نمید. پروتکشن چند داری؟ بمیر یعنی میخواد بره شو 100% سمت بده من نمیاد. باز وید نشم خوبه. اینجا که نیستش. واو الان میاد بدم. نمیاد. حالا دیگه میریم زد نزد نمیشه. ای خدا دوستان عزیز خلاص فهمیده. نیستش میخواد بره برش. همین اینجاست دقیقا. وای ها از کجا داری میزنی؟ عزیزی یه با مثلا خیلی چیزای مهمی دارم. بای بای جی جی مچ اول وین شد. خدا بفرسته. خب مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگر خوشتون اومد لایک و کامنت هم بذارید.